سلام. در این ویدیو میخوایم نحوه ثبت نام طرح نشاط دانش آموزان رو خدمتتون آموزش بدیم. خب برای ثبت نام دانش آموزان و دریافت کارت نشاط، ابتدا یکی از والدین دانش آموز از طریق درگاه اینترنتی بانک ایران زمین یا ورود به برنامه کافه بازار و جستجوی جهش بانک ایران زمین برنامه جهش رو روی تلفن همراه خودش نصب میکنه. بعد از اینکه برنامه رو نصب کردین، یکی از والدین با تلفن همراه خودش وارد سامانه میشه و حتما کد معرف 414 رو وارد کنید. بعد از اینکه سه تا پیامک براتون میاد، یک پیامک شماره شبا، یک پیامک شماره کارت و یک پیامک که نام کاربری و رمز عبور داره. هر وقت پیامک سوم که حاوی نام کاربری و کلمه عبور بود براتون اومد، وارد برنامه میشید و گزینه بانکیدو رو انتخاب میکنید. سپس گزینه‌ای که باز شد اتصال به حساب ایران زمین رو انتخاب میکنیم و سپس گزینه شروع فعالسازی رو بزنید. در صفحه باز شده مشخصات کارت خودتون رو که توسط پیامک ارسال شده رو وارد کنید. پس از دریافت رمز اینترنتی کارت و درج اون، گزینه ورود رو بزنید و با فعالسازی اتصال به حساب جهش و تعیین سقف برداشت و مدت زمان قرارداد، گزینه دسترسی میدهم را انتخاب کنید. بعد از اتمام مرحله چهارم، شما میتونید فرزندان خودتون رو به برنامه اضافه کنید. با انتخاب گزینه افزودن از قسمت پایین صفحه، این امکان برای شما فراهم میشه. در صفحه بعدی عکس مناسب از شناسنامه فرزند خودتون میگیرید، نام کاربری و رمز عبور براش انتخاب میکنید و بعد منتظر پیام تبریک میمونید. بعد از تایید حساب میتونید برای فرزند خود درخواست کارت بدید. بدین منظور طرح کارت نشاط رو انتخاب کرده و همچنین آدرسی برای دریافت کارت خود وارد کنید. برای فعالسازی کارت والدین هم پس از دریافت کارت والدین وارد اپلیکیشن جهش شده. در منوی بانکی قسمت پایین گزینه فعالسازی کارت رو انتخاب کنید. برای فعالسازی کارت نشاط دانش آموز هم وارد بانکیدوی با نشاط میشید و گزینه دریافت کارت را دریافت کردم رو انتخاب میکنید. بعد گزینه فعالسازی رو میزنید و کارت برای شما فعال میشه.